اگر امروز بفهمی تمام عمرت ثروت را اشتباه تعریف کرده ای چه؟ این کتاب فقط در 1 دقیقه نگاهت به پول و زندگی را عوض می کند. همه فکر می کنند ثروت یعنی پول بیشتر، اما اریک می گوید ثروت واقعی داشتن آزادی برای زندگی کردن به شیوه‌ای است که دوست داری. بزرگترین دارایی تو زمان است، نه پول. چون پول را می توان دوباره به دست آورد، اما زمان هرگز بر نمی گردد. برای ثروتمند شدن فقط سخت کار نکن. مهارت‌هایی بساز که دیگران به راحتی نتوانند جای تو را بگیرند. هرچه ارزش بیشتری خلق کنی، درآمد بیشتری هم خواهی داشت. به جای دنبال کردن نظر دیگران، مستقل فکر کن. بسیاری از فرصت‌های بزرگ جایی هستند که دیگران هنوز آنها را نمی‌بینند. پول باید برای تو کار کند، نه اینکه تمام عمرت را صرف کار کردن برای پول کنی. سرمایه گذاری و ساختن دارایی کلید آزادی مالی است. اما یادت باشد ثروت بدون سلامتی و آرامش ارزش زیادی ندارد. سلامتی، روابط خوب و ذهن آرام بخشی از ثروت واقعی هستند. پیام اصلی کتاب این است: ثروت فقط موجودی حساب بانکی نیست. ثروت یعنی آزادی، آرامش و توانایی زندگی کردن بر اساس انتخاب‌های خودت. اگر از این خلاصه خوشت آمد، کانال را دنبال کن، چون هر روز بهترین کتاب‌های موفقیت و ثروت را در چند دقیقه خلاصه می‌کنیم. I've got a lot of money, boys.